سلام علیکم دوستداران انگلیش کده. امیدوارم که هر کجای باشید تن صحت و بردم و دائما خوشحال باشید. با شما هستم حبیب الله قدرتوف. خب چخیلی که میدونید ما در موضوع الفبا قرار داریم. ما الکی 5 درس درباره الفبای زبان انگلیسی با شما گفته گذاشتیم و این درس ششمین و آخرین ما در موضوع الفبا می باشد. نصیب باشد در درس آینده از موضوع قاعده های خوانش زبان انگلیسی شروع خواهیم کرد. بیایید درس امروزه خود را ادامه میدیم. حرف نوبتی ما وی. حتما شما هم تکرار کنید. وی. آفرین. وی. love. آفرین. love. vote. آفرین. vote. move. آفرین. move. W. آفرین. W. window. آفرین. window. show. آفرین. show. slow. آفرین. slow. X. آفرین. X. mix. آفرین. mix. next. آفرین. next. exam. آفرین. exam. حرف دیگری ما y. آفرین. y. sky. آفرین. sky. lady. آفرین. lady. yes. آفرین. yes. حرف آخرین الفبا Z. آفرین. Z. lazy. آفرین. lazy. zero. آفرین. zero. crazy. آفرین. crazy. خوب تماشابینان عزیز، ما الفبای زبان انگلیسی رو تمام کردیم. همه حرفا رو با نامه‌هایش و طرز نوشتش برای شما با مثال ها آوردیم. امیدوارم که اکنون الفبای زبان انگلیسی برای شما دیگر مشکل نیست و اگر یگان سوال و یگان پیشنهادی باشد حتما در کامنتاری نویسید، خصوصا در موضوع الفبا، و به کانال ابونه شده دستگیری کردن ما رو فراموش نکنید. باقی سلامت باشید.